خب بریم اینترو رو تو شروع کن. نه دیگه من نمیگم. چرا؟ خجالت میکشم با اولین حالا سعی کن. بریم. سلام، خوش اومدید به یک ویدیوی دیگه. آقا امروز چی داریم؟ امروز قراره دوباره به بازدیدهای میلیونی که اینستاگرام کسب و کارا گرفتن ریاکت بریم. ببینیم آیا اصلا میارزه، خوب نیست واسه پیج و حالا آنالیز کنیم ببینیم چیکار کردن که بازدید میلیونی گرفتن. بیا بشکن بزنیم اینترو پخشه. 1 2 3. فقط قبلش که پخش کنی ویدیو اولو بهشون بگو که آقا حتما لایک، کامنت انگلیسی و ساب ما رو کلی حمایت کنید که کلی براتون برنامه‌های خفن داریم. دقیقاً. ویدیو اول بازدیدش 1,400,000 اندی. بریم با هم ببینیم چیه محتواش. آقا ما اینجا ساز بپوشیم، شما ساز نمیخواین؟ نه بابا ساز میخوام چیکار؟ میدونستی ساز خیلی برای سردرد خوبه؟ خانم من که سردرد ندارم. تو اینستا دیده بودم. تو اینستا دیده بودی؟ اینه چی؟ خب نظرت چی بود؟ به نظر من واقعا خلاقانه بود. آره. یعنی ایده بود که نو بود، تا حالا ندیده بودم همچین چیزی رو. ببین این که یه سری چیزا ترند میشه خب و این مثلا قرار بود سردرد بگیره، یعنی بزنه تو سرش خب بعد اومده تغییر داده، خلاقیت توش اضافه کرده، سری کلاه گذاشت بگو دیده بودم اینو. خب این میشه خلاقیت، همون باعث شده بازدید خوب بگیره. ولی آیا به نظرت این بازدید، این سبک محتوا واسه اون پیج فروش میاره اصلا؟ نه اصلا نه. ولی لازمه ها، چون ریچ پیج هر چقدر بره بالا. آره. چند میدی امتیاز بدیم؟ امروز میخوایم امتیاز بدیم، بهترین رو انتخاب کنیم. شما هم نظرتون رو تو کامنت بذارید. حتما برامون شاید ما اشتباه کرده باشیم. شاید. چند میدی امتیاز؟ تو اول بگو. 6 میدم. من دوست 7 میدم. 7. آره. باشه. درست دارم میبینم؟ بازدیدش بعدی 6 میلیون و اندیست. خیلی بازدید بالاییه، یعنی یک کسب و کار این بازدید رو بگیره هم قطعاً باید خفن باشه، فالوور بالا میگیره و هم شاید فروش خوب. البته بستگی داره چی ساخته باشه. بریم با هم ببینیم. خانم لپتاپ چند؟ 38 تومن. پایین تر حساب. 20 تومن. یه ذره دیگه بیا پایین تر. 10 تومن چی؟ کمتر نمیشه؟ بابا دیگه 7500 خدایی خوبه. تو مجموعه آیتیمال میتونید تمام لپتاپ‌ها رو با همین رنج قیمت خریداری بکنید. برای اطلاع از شرایطمون هم فقط کافیه کلمه لپتاپ برامون کامنت کنید. یه ذره پایین‌تر نمیشه حساب؟ نه. خدایی خفن بود. من خیلی دوستش داشتم. ببین همزمان هم فانه، هم داره فروش محصول انجام میده، هم بک‌گراندش رو دقت کردی رو لپتاپ‌های پشت تخفیف ویژه‌شون رو زده بودن. خیلی ریزبین بودن دیگه. خیلی به نظرم فروختن، زیادم فروختن. از این پست 6 میلیونی. خیلی خفن بود. 9.5 بگیره دیگه. 9.5 بگیره. 9.5. منم 9.5. ویدیوی بعدی 4,152,000 خورده ای داره که بریم ببینیم. نمیدونم، فکر کنم آشپزیه. چیه؟ میتونی حدس بزنی؟ آشپزی باشه یا میتونه اکسسوری باشه. اکسسوری؟ احساس میکنم. بریم ببینیم. ببین واقعا یه پایه دوربین با یه ادیتی که فقط کات داره میتونی یه محتوایی بسازی. اگه مثلا پیج آشپزیه یا حالا مثلا محصول داری میتونی آنباکسینگ کنی، واقعا با کاتای سریع و صدای محیط یه همچین ویدیو جذابی میتونی درست کنی. ASMR خیلی باحال بود. سبک خوب، فقط یه ایراد داره. من به نظرم این کوتاه‌تر بود، بازدیدش بیشتر. خیلی طول کشید. بعد این به درد کسایی میخوره که واقعا فقط آشپزی میخوان یاد بگیرن دیگه. خدای من درست چیزی نیست که عامه پسند باشه. خب چند میدی به این؟ 8 میدم به این. من به این
5 میدم واقعیت. پنج. اونم فقط بخاطر ASMRش. خیلی طولانی بود. اینا آره. یه خورده کوتاه‌تر می‌ساخته تموم بود. همه آموزشی‌ها یه نکته میگم، بقیه‌اش تو کپشنه یا مثلا باید کامنت بذاری مثلا موز. بعد اون برات توی دایرکت بفرست. خب بریم ویدیو بعد. بریم ویدیوی بعدی. بازدیدش اول ولی ببین. خیلی قلابش قوی بود. بریم ببینیم چیه که 2 میلیون و چقدر؟ 2,910,000 دیگه. 2,910,000. بریم ببینیم چیه. بی خود کردی زبان دبیرستان رو ترجمه میکنی، ترجمه نمیخواد. کوفت بدون ترجمه، کوفت بدون ترجمه. آقا گفتم همیشه satisfied، همیشه حرف اضافهش ویسه. جواب 2 وات. من هیچی نفهمیدم. طبیعیه یا من گاوم؟ همتون. من از ویدیو فقط فهمیدم که کوفت. من کوفت اولش رو فهمیدم، با یه خورده ترسیدم. آره قوی ولی شروع کرد. انرژیش خوب بود. شاید ما زبانمون نمیدونم، من نفهمیدم. 2 میلیون بازدیدم دیگه. ببین اینا ببین 100% تو کامنتاش یه چیز فانی ایجاد شده. هی کامنت گذاشتن که این بازدید اینجوری گرفت. آره. چون من چیز دیگه ای ندیدم، حتی آموزشی. نه آموزشی هم نبود به نظرم. بعد نه به قبلیه نه به اینقدر بود ویدیوش. چند میدی به این؟ من 2. من 1 2 واقعا. ببخشینو. واقعا آره. خب بریم ویدیو بعدی. چقدر؟ 3,108,000. بریم ببینیم چیه. 5 تومن دارم لپتاپ میخوام. تبلت شو باشه. سیم کارت خور باشه. لمسی باشه. قلم هم داشته باشه. همینو میخوام. بعد 5 کامنت کن، شرایطش برات ارسال میشه. بال بود. خوب بود. خدایی بال بود. آره. به این ویژگی اون لپتاپی که حالا تبلت میشه رو خیلی ساده با سوال جواب آره. اومده گفته. آره. نه اینا خیلی... فروشگاهیه. یه دونه زدی دیگه، ببین درست نشد. بچه‌ها این موقع شروع یه جوری زد رو میز. سلام چطورین؟ عجیبه. چیز خیلی خلاقانه ای نبود. یه چیز ساده خیلی نرمال اوکی بود. بیشتر داشت آپشن اون وسیله‌شون رو نشون میداد دیگه. من حس میکنم این ویدیو با تبلیغ بازدید بالا گرفته، چون ویدیو سبک تبلیغاتی بود. آره. خب یا حمایتی یا حالا تبلیغ دادن روش. من به نظرم اینجوری، ولی بعد نه مثلا 5 اینا باید بدیم بهش. 4 5. آره 5 خوب. 4.5. 4.5. من 4.5. تو چی؟ من 5 حالا ارفاق میدم. 5. خب ویدیو بعدی. جرمگیری دندان نوشته. بازدید و خوابی. من چون بازدیدش خیلی 9,667,000 و اندی. جرمگیری دندون. آخه من یه جوش شیرین میزنم به دندون. بذار کنار اینا رو. یه فرمولی بهت میگم که دندونات بشه سفید. فقط برام دعا کنی. قشنگ به 3 واحد آب 1 واحد سرکه سیب اضافه میکنی. تمام. فقط سرکه سیب ها، انگور نمیشه. این ترکیبم با خمیر دندون مخلوط میکنی، باش مسواک میزنی. یه روش دیگه هم هست. چند تا پوست گردو رو 20 دقیقه میجوشونی، خنک که شد صافش میکنی، با آبش مسواک میزنی. دیگه چیز دیگه ای نمیخواد. با 20,000 تومن 20 میلیون میمونه تو جیبت. اگه به دلت نشست 2 تا قلب کامنت کن. ولی چه لهجه شیرینی داشت. خیلی بال بود. ولی طولانی بود. خیلی طولانی بود. بعد ببین 9 میلیون بازدید روی همچین تایم ویدیو 1 دقیقه و خورده ای بود. خب و میدونی چقدر واچ تایم بهش داده؟ واچ تایم عجیب گرفت. چون ویدیو طولانی بود. من منم اونقدر نتونستم راستش باش ارتباط بگیرم. نمیدونم، شاید واسه کسی دیگه مثلا کاربردی باشه. هم اونه، هم به نظرم این بازدید قطعا تو کامنت های خبری بوده. حالا تو چند میدی اول بگو؟ من میگم ما که به اون دادیم 4 نامردی میشه به این بیشتر بدیم. آره من میگم همون 4 بنظرم. ما به اون 4.5 دادیم. 4 اینو میدیم 4 جفتمون. آره اوکی. 4. بعدی بازدیدش چقدر؟
5,448,000. بریم ببینیم چیه. فکر کنم پیج مبلمان باشه. ما این کاناپه 3 نفره رو و یه دونه باکس جلو مبلی و این 2 نفره رو و این پاف جذاب و این تک نفره جذاب گوگلی و یه کنج قابل نشیمن. همه رو میدیم 3 تومن ولی تو پیج ما رو فالو نداری. ببین خیلی حال کرد. خیلی قشنگ بود. ببین خلاقیت باید بیاری. اینستا محیطیه که کاتا باید سریع باشه، تو هر شات هر دیالوگ باید زاویه عوض بشه، یه کاری باید انجام بدی، همه رو رعایت کرد. آره همه رو خیلی جذاب بود. کدوم تیکش به نظرت بالتر بود؟ نشسته بود رو هولی میدادن خیلی باحال. به نظرم بعد فکر کنم تیکه دوم ویدیو بود، یعنی جزء قلاب حساب میشد چون 3 ثانیه وقت داری، تو همون 3 ثانیه فکر کنم اون هوله انجام شد. یه خورده ادیتش میتونست بهتر باشه. آره درسته؟ یه خورده فونتیناش یه خورده جالب نبود ولی خب نتیجهشو گرفتن. آره امتیاز نداری. من گاوم. میتونی منو گاو درست کنی و اینجوری؟ بله نسبتشون. خواهش می‌کنم. امتیاز خدایی دارم وسوسه میشم 10 رو بدم. ولی فکر کنم چند تا مونده. ولی 8 میدم. 8 و نیم. من 8 و نیم میدم. من 9 رو بهش میدم. 9 میدی. خود آخه دخترم خیلی بدل میشه. خیلی با. خوش نماد ازش؟ منم 9 میدم. 2 تا 9 4 تا 3 تا 9 4 تا. خب بریم ویدیو بعدی 2,190,000. داداش برو خیالت راحت. این دستگاه هم لپتاپه هم تبلت، 360 درجه میچرخه، 500 دقیقه. خب من که چورم. 512 گیگ حافظه SSD داره، 16 گیگ رم. هم میتونی به صورت نقد هم به صورت اقساط آیتیمان خریداری بکنی. برای اطلاع شرایطمون کافیه کلمه اقساط رو برامون کامنت کنی. خدایی ته خلاقیت بود. به این سبکا میگم مچکات. یه ویدیو گذاشت که مثلا اون تنابه بس میشه به تصویر اصلی، تمیز در نیومد. ببین این نمونه زیاد داره. دیگه دوباره صدا فکر کنم پلی شد، یعنی 3 بار در اصل ما صدا رو شنیدیم. چرا این کارو کرد؟ مثلا میخواست هیجان بده ولی خب زیبا در نیاورد راستشو بخوام. ولی ایده قشنگی بود. ایده قشنگی بود ولی خب خیلی ها هم این سبک ویدیو رو گرفتن. این از بین اونا اون تاپه نبود. من دیدم. نه دیدی؟ من خیلی دیدم. آره خلاصه که خوب بود، اوکی بود ولی اون نمره 10 رو نمیگیرم. من اینو 8 میدم. حتی من 6 میدم. 6 میدی؟ 6 و 8. این چیه به نظرت؟ چیزه صافکاری مافکاری باید باشه. هرچی هست مربوط به ماشینه دیگه. آره جدی میفرمایی؟ جدی میفرمایی؟ 3,204,000 خورده ای. بریم ببینیم پیج ماشین. اگه گفتی چی باعث شد بازیت بگیره؟ یه تکنیکه که خیلی ها استفاده میکنن. چی بود؟ اولش چی نشون داد؟ یه کار غیر اصولی، مثلا یه چیزی که مثلا دموده شده تو اون صف. حالا ما تخصص اینو نداریم که مثلا ببینیم چی بود، ولی یه چیزی بود که مثلا دموده شده و راه بهترش هست. اول اون رو نشون میده بعد اینجوری میکنه میگه خب این هست. یارو سیاهه کی بود؟ اینجوری منو سیاه کن، اینجوری کن. خبیب بود؟ چی بود؟ خابی همچین چیزی است. اون از این تکنیک استفاده میکرد. بدون دیالوگ 3,204,476 تا. به نظر من هم ساده و مفید و کوتاه و همه چیش اوکی بود دیگه. آره خفن بود. آره. ولی این هم 10 نمیگیره. نه این هم تش 7-8 میگیره. 8 ها؟ حالا من 8 میدم دلش نسوزه. امیدوارم خوشتون اومده باشه. فقط اگه خوشتون اومد حتما حمایتمون کنیم. بگو تا هم التماس کنیم لایک، کامنت، سابسکرایب حتما فراموش نشه. زنگوله رو من اینجوری میزنم تو اینجوری. بریم 1 2 3 اینجوری بزنید که ما ویدیو میذاریم با خبر شین. حمایت کنید و ما بتونیم بهتر و بیشتر آموزش بدیم. و اینکه حتما نظراتتون رو برامون بنویسید. هر انتقادی، نظری فکر می‌کنید اگه چیزی هست که ما میتونیم بهترش بکنیم اون برامون بنویسید که ما حتما دیگه عمل بکنیم. آره دیگه. آره دستتون درد نکنه. ممنونم. چجوری تمومش کنیم؟
میخوای بزنیم رو میز؟ بله. 1 2 3